کجا بریم؟ بفرمایید اونجا باید بشه. اینجا باید بشه. خب هر کی جای خاصی داره؟ اینجا نه جای من اونجایی نیما. نه هر کی جای خاصی نداره. بشین برو. سلام عرض می‌کنم. سلام، متشکرم. خیلی ممنون. اجازه بدین که من بشینم و کلی حرف داریم. سلام. خوش آمدین. سلام. متشکرم. سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنم. این برنامه نامش اسکاره. چون اینو بگم، چون ریتم برنامه خیلی تنده، یعنی باید تند باشه. من سریع حرفامو میزنم، سریع حرفامونو میزنیم، یه توضیح کوچیکی راجع به برنامه میدم و سریع میریم سراغ اصل مطلب. این برنامه نامش اسکاره، همونطور که از دکور میبینین و تصویرهایی هم که اینجا نصب شده، به خاطر اینکه اینها آدم‌های بزرگی بودن که حالا خیلی‌هاشون اسکار گرفتن، خیلی‌هاشون نگرفتن، ولی مهم نیست. ورود ما قرار بود، بچه‌های تیم نویسنده به ما گفتن که ورود بذاریم و فرش قرمز و اینا مثل خود اسکار، ولی ما گفتیم از این قرتیبازی‌ها نکنیم، خودمونی تر باشه، بیایم. امکاناتش هم نداریم، یعنی اون شکلی اصلا نمیشه. یعنی اینه که همینجوری اومدیم که صمیمی‌تر باشه. این برنامه کپیه از برنامه‌ای به نام تاسک مستر که در کشورهای اروپایی و جاهای دیگه سال‌هاست پخش میشه. ما سعی کردیم یه ذره اینو ایرونیزش کنیم و خدمت شما ارائه بدیم. اصلش رو میتونید برید ببینید. یه جور دیگه سعی کردیم یه بخشایش رو حفظ کنیم، یه بخشایش رو کپی کنیم، یه بخشایش هم از خلاقیت بچه‌های نویسنده و اتاق فکر ماست که تبدیل شده به این شکلی که الان میبینید. دلم خیلی براتون تنگ شده بود، خیلی وقت بود که اینجوری با هم نزدیک حرف نزده بودیم، با همه دوستانی که در سالن هم تشریف دارن. همینطور یه گپ و گفتی میزنیم. هر برنامه 4 تا شرکت کننده داره و 4 نفر شرکت کننده داره از آدم هایی که شما بسیار دوستشون میدارین و علاوه بر گفتگو و حرف و گپ و اینها، یه سری چالش هست که بچه ها در یک ویلایی، یک جایی دیگری، این چالش ها انجام شده توسط نیما که در واقع همکار منه و با همکاری هم این مسابقه رو بله متشکرم. خیلی ممنون. این مسابقه رو با همکاری هم اجرا میکنیم. بخش ویلاش رو، بخش چالش هاش رو نیما در ویلا اجرا کرده، ضبط شده و ما در اینجا میبینیم در یک تلویزیون بزرگ که میاد و بخش اینجاش رو من انجام میدم. متشکرم. بخش اینجاش رو من انجام. یک تیم نویسنده، یک اتاق فکر داریم درجه یکی از یکی بهتر، بچه‌های بسیار خلاق، همه این تسکا رو نوشتن. بله بله همه اینا رو نوشتن و اینا. من خیلی کاری نیستم تو این برنامه، فقط اجرا میکنم و سعی میکنم که لحظات بسیار خوبی رو برای هم داشته باشیم. بریم سراغ مسابقه و کم کم هممون متوجه میشیم، هنوز خودمونم خیلی نمیدونیم میخوایم چیکار کنیم. کم کم متوجه میشیم که چجوری پیش میره و کم کم جا میافتیم، درست میشه و این قسمت اوله و این برنامه رو پیگیری کنید. به نظرم خیلی جذاب خواهد بود. الیکا عبدالرزاقی، بله، رضا نیکخواه، سحر بلدبیگی و نصرالله رادش آره که اولین گروه شرکت کننده ما هستن در این برنامه. هر
عرض کردم هر قسمت 4 نفر شرکت، هر برنامه 4 قسمت شرکت کننده داره و شما در 4 قسمت خواهید بود. یعنی هر 4 نفر 4 قسمت از برنامه، یعنی یک فصل رو تشکیل میدن. بریم شروع کنیم ببینیم چیه. سلام که عرض کردم، توضیح برنامه رو از اینجا من خودم هنوز نمیدونم میخوام چیکار کنم. اوکی هیچی. توضیح برنامه رو یا دادم، خدا. اینا رو تیک میزنم. معرفی مهمان ها تیک میخوره. توضیح برای نمایش شروعش ما تو این کار یه کاری که کردیم اینه که بچه ها خودشون هر 4 نفر نفری یک تیکه از فیلم سینمایی معروفی رو او رفتن یه سکانسش رو بازسازی کردن آوردن. یعنی اینکه خودشون جای یکی از بازیگرا بازی کردن، خودشون تدوین کردن، خودشون کاراشو کردن آوردن. خب اولین فیلم سینمایی که خود رضا ساخته، ارواح عمش، خود رضا ساخته و آورده رو با هم میبینیم. اینا امتیاز داره. امتیاز رو حالا الان این تلویزیون میاد، تلویزیون نگاه کن. یعنی ته سیستمی ما دیدیم. به به. اینجا نمایش داده میشه. سلام اسکار. الان میریم سراغ فیلم سینمایی که رضا نیکخواه ساخته حالا و خودش جای یکی بازی کرده و دوبله کرده و تدوین کرده آورده. حالا خیلی خوب ببینیم. مزه چطوره؟ زاشو ملسه یه کمی هم تونده به خاطر خواص زیادشه. خوبه من از وقت خودم میخورم پوستم خیلی شفاف شد. میسوزونه میسوزونه ولی خب خیلی حال میده. آره واقعا حال میده. البته سرشار از ویتامینه، هم ویتامین بی داره هم ویتامین سی داره. ویتامین بی. آره سرشار از کلسیوم. میشه بپرسم از کجا گرفتین؟ از لبنیاتی بارتان. حیف که تموم شد. لیوان آخر. نه ترس خریدم، هم دوغ هم شیر. باریکلا رضا، خوشحالی شده. رضا اینو خودت سلام علیک میخوای بکنی؟ وقت بگیری؟ سلام علیک. نه میخواستم تشکر کنم از اینکه به این خوبی ساخته شده. خودت کاری نکردی من فقط بازیش مال من بود. ولی به نظرم بهترین بازی عمرت بود. تو زندگی واقعا میگم چون خیلی کوتاه بود و سریع تموم شد. خب اینو من تیک بزنم. سینمایی رضا نیکخواه رو دیدیم. خب آهان چیه؟ اینجا نه هیئت داوران داریم نه شورای نمیدونم چی. خودم امتیاز میدم هر جوری دلم بخواد. رضا بوس فرستاد برام. من انصاف رو رعایت میکنم ولی امتیاز دست منه. من که هیچ کاری تو این برنامه یعنی. نکردم که قشنگه. امتیاز دیگه میدم. آقای مدیرین دیگه صاحب نه دیگه نه امتیاز ولی منصفانه و با اصلا رعایت هرچی آقای همین مدیرین امتیاز رو عدالت داره و- کم میکنه. همین این داره امتیاز رو کم میکنه. حرف میزنه. نه نمیدونم. خب اینجا من تازه الان دیدم آمدن تلویزیون. که پس یه بار اومده. دیگه ببرن عقب اینو بیاد. نه اینو تیک بزنم چون اومده. مثلا سینمایی نیکخواه تموم شد. کارشو انجام دیدیم تموم شد.
توضیحه که امتیاز سینمایی در برنامه 4 دیده می شود. امتیاز سینماییمون برنامه 4 سینمایی تک تکتون رو در 3 برنامه دیگه هم می بینیم. در قسمت آخر، قسمت 4م، امتیازهای سینماییتون داده میشه. اینم تیک خورد. حالا چالش که نه، حالا میگیم اصلا تاسک، میگیم آیتم، میگیم سرگرمی 1، هرچی. هر بازیگری یک هدیه برای اون یکی آورده بدون اینکه اون طرف بدونه چیه. با توجه به شخصیت اون آدم دیگه یه هدیه براش آورده. الان مفهومه؟ بله. الان شما یه هدیه آوردید برای کی؟ برای سحر ولد. سحر ولد بگی. نیکخواه یه هدیه آورده برای رادش یه نیکخواه برای یه نیکا هدیه یه نیکا برای نیکا. من یه نیکا برای یه هدیه آورده برای نیکخواه. آره این دوتا با هم، ما دوتا با هم. بله. حله. شما هدیه‌تون رو بدید به سحر. بیا. این توضیح داره ولی. اونم توضیح داره، بازی داره. بله. خب باز کنین دیگه. اجازه داریم؟ این با توجه به شخصیت چی شد؟ شخصیت خودشو دید. این با توجه به شخصیت اینا همدیگه برا هم. این چیه خانم؟ اینجا برام آلبوم عکس داره از این مال کودکی امین زندگانیه. آخه به افتخار امین. عزیزم چقدر جذاب و هیجان انگیز. چی آورده برات سحر؟ شخصیت. این چیه؟ سحره. نشون بده. آخه خودشه. شبیشه. راجب سحر چی فکر کردی که اینو براش آوردی؟ من همیشه تصورم از سحر به غیر از کاراکترش، ظاهر عمومی سحر عروسک پارچه‌ای لبگلی اینطوریه و فقط عروسکی پیدا نمیشد که بتونم بوت مثلا کوهنوردی پاش باشه. یه دونه از این مثلا چوب اسکی دستش بدیم چون همش در حال کوه و کمر و ورزش و این مدلیه. آره. این ولی بخش... واقعا به نظرم آره، سحر آره. ولد بیگیه. آره. انقدر که خوشقلبه، این ماه انقدر که میمونه. مهربونه، انقدر که عین قنده. بر همه اینا برعکس نیکخواه. خب الان شما رادش خیلی ممنون که دست رادش زدی. کادوشو بده به رضا. کادوت هم بگیر. آیتم باید اجرا کنم. هیجان انگیزه. اون تا بوس نکنه ول میکنه. برو رادش برو. خب این فقط اگه طلا باشه یه 2000 میاد. رضا باز کن سریع، وقت نداریم، تایم داره میره. ها بریم. میریزه این چیه؟ کتاب من که آقا در قابلمه میخواد برداره توف میزنه مثل اسکناسه. یعنی همه چی رو اسکناس میبینه. چرا توف زدی؟ چیه اون؟ بیا رادش بگو چیزیه چیه؟ بین این هویج پلوه. هویج پلو دوست داره رضا؟ نه من خودش شبیه هویج پلو میبینم. نه دلیل داره چون هویج پلو غذای مورد علاقمه. خوش آب و رنگه، خوشمزه است. به نظرم خیلی خوشمزه. رضا خوش آب و رنگ، رضا خوش آب و رنگ و خوشمزه است. به چشم من ولی چشماتو عمل نه کن. چشم مشکل داره واقعا. خوش آب و رنگ و خوشمزه. این چیه آوردی؟ این بوده. گفتم خوش آب و رنگه آبشه. آبش. دست درد نکنه. چرا همه چیزایی که شماها در رضا میبینید من هیچ وقت نمیبینم؟ ما هرچی هم سعی میکنم نمیبینم. آخه ما چشامو مشکل داره دیگه. رادش باز کن. الان این که میبینیم برداشت رضا از رادشه. منم نمیدونم. خب مرسی عزیزم. ولی رادش گفت شیرین پلو، یعنی حالا هویج هویج من و میگم. آب، یعنی اینکه تو خوش آب و شیرینی و مثل آب زلالی و خوش آب و رنگی. به هر حال رادش مزخرف زیاد امتیاز باید بدم الان. من به کادوی الیکا امتیازامون از 1 تا 10.
خب من به الیکا برای این کادویی که به سحر داد 7 میدم. 7 از چند؟ از 10 از 10. 10 خوبه. دیگه از ده 10 از کمه. 8 ده. 9 داره. خیلی نزدیک. خب من تو مای دوست 1 و 2 بیاین سحر ولد بگی نگاه کن. آه. بابا باری کلا خب اینم سحر ریتمش ولد تنده. بگی زحمت کشیده 7 امتیاز. سارم ها خوبه دیگه. نیکا گلابی داده. خب خیلی چجوری امتیاز میگیره؟ نیکا خیلی فکر کرده روزها و روزها زور زده یه گلابی آورده. الان این 3 امتیازی که میدم فقط به خاطر هوششه. چقدر؟ 3 الان امتیاز رادش من قشنگ نشستم برنج درست کردم. آره ولی کلا اصلا مفهوم کاری که کردی غلط بود، چون نه رضا شیرینه نه مثل آب زلاله. در نتیجه ما در نتیجه امتیاز 2 رو برای رادش در نظر میگیریم. اصلا کلا راه و اشتباه رفتیم رادش. بریم سر چالش بعدی که در ویلا توسط نیما انجام شده. سلام، چطورین؟ خوبین؟ حتما میگین من اینجا چی کار میکنم؟ اومدم حامی برنامه‌مون رو بهتون معرفی کنم. کسی نیست جز اسنووای بزرگ. بله، همینطور که میدونید اسنووا کلی محصول داره. یکی از محصولاتش که مد نظر ماست و میخوایم بهتون معرفی کنیم یک تلویزیون 65 اینچ سوپر QLEDه. تو این تلویزیون که فرقش رو با باقی تلویزیون ها یعنی متمایزش میکنه اینه که یک سیستمی کار کرده در تلویزیون به اسم کوانتوم دات. کوانتوم دات تکنولوژیش چیه؟ که شما میتونید بیش از 1 میلیارد رنگ رو با دقت بیشتری ببینید و تصویرتون شفافیتش بیشتر میشه و خیلی فوق العاده است. مرسی از اسنووا. شروع کنیم. نیها 5 دقیقه بیشتر وقت نداره. خیلی حالا 5 دقیقه. رشته تحصیلیتون چیه؟ 伊朗学，伊朗学， ایلشوه نشون بدید چه کار میکنی؟ 伊朗，我专业是伊朗学， یه بار دیگه بگی. سخت رشته تحصیلی؟ 有一点， با چی سر کار دارین؟ 伊朗啊，叮咚的叮咚咚的滴滴咚， موسیقی خوندی؟ 滴咚。 ساز میزنی میخون خواننده این ایلاچوه؟ ایتالیایی شد. بریم بعدی. به سال بعد. نمیفهمم. ایران. خب شغل رشته تحصیلی شما ایران شناسیه؟ ایران شناسی؟ درست. بعدی. شغلتون چیه؟ خوب توضیح خوب. توضیح خوب متوجه میشین شما. 我工作是从中国进口木材，铁锹 همش 的 توی 木材。 فرمه جوابا. و ادا شده مثلا کلنگ میزنی کلنگ بزن من بدونم. 你刚才说什么？ با بیل؟ بیل میزنی؟ بیل گل؟ اه؟ ایران بیل ایران بیل. کشاورزی؟ به. شغلشو گفت. آها. داره میگه گفت. آها. شغلتون شغلتون به چوب ربط داره؟ کار صنعتی میکنین؟ شغل صنعتیه؟ نه همون که گفته به نظرم. 长城， آروم بگی میگه. خوبی ده یواشکی بگو. فارسی بگو. 中国的长城。 فارسی بگو. 我是 تو رو خدا خواهش میکنم. بیل میاری؟ یه. بیل میفروشه. بعدی. تفریح مورد علاقه شما به چوب ربط داره؟ نه همه به چوب رب نداره. بدمینتون مثلا 不是这个， اداشو داری فوتبال دستی تفریح 钓鱼，钓鱼， چیه کار انجام بده. ورزش؟ 然后شمشیره؟哦， نه没有球，没有球，
这个没有没有没有 آها از اینا 没有没有 تایچی چوان آها چیز خاموش شد. اینا هیچ کدوم نیست چیه پس 很长的鱼竿，然后 چیز بدی نگه حالا من میگم بریم بعدی شما بریم بعدی بنام. این همون چیز قبلی گفت ماهی گیری یه دستی ماهی میگیری اینجوری ماهیگیری. شخصیت کارتونی مورد علاقش. 功夫熊猫， کنگفوی شماشو پیدا کنی کنفوش معلومه 功夫功夫功夫功夫功夫熊猫，大大的肚子，به هم ریخته. او کنفو با ورزش اسم کارتونه رو داره میگه پاندای کنگفوکا کنفو شما کنگفوی پاندا. چیه کنفوکار آره اون پاندای کنفو هیچ کدومو نگفتین آقای نیکا فقط سوالا رو میپرسیم رنگ مورد علاقت 有，不是这个颜色，不是 سفید. 不是 زرد. قرمز. خورشید زرده 卡其， کاچی چیه؟ کاچی بحث کاچی دیگه غذاست که رنگی نیست 不是的， آبی 不是 ترکیب اینا هیچی نه چه رنگی؟ این رنگی؟ رنگ باشه، باشه. این رنگی دوست داری؟ 不是的，比较接近， نشون بده چه رنگی 接近于这个颜色和这个颜色的 قهوه‌ای؟ 之间。 اوکر ببخشید اوکر چه رنگی میشه که بهش بگیم اخرایی اخرایی چی؟ اوکر اخرایی نه. سا- 你确定那是波斯语吗？ کرم. 不是 بژ. همین رنگا دیگه همینا تو همین مایه ها 是什么？ از اوکر بگذر همین رنگه فهمیدم چی میگه؟ تموم کنیم این بخشو چیزی که به نظرش در ایران بیشتر از چین وجود داره چیه 中国车， دنبشگو چی؟ 中国 حرف بدی زد 中国，我是中国。 را چیز مترو هوایی ای بابا به سطوح آوردین مرد چینیو ایران شبیه همن انگار نه آها شبیه همیم تو ایران بیشتره ها میگه بیشتره چونگوا چوا میگه چونگوا چوا یعنی چون اگه تو چین بیشتره چی میگه؟ ماشین تو ایران زیاده 中国车 آه ماشین 中国 چینی 车 ماشین چینی شغل بدتر از شغل خودش میشه شغل پدرش خسته نباشه تو معامله و ایناست 还可能是羊毛，可能是真丝。 کراوات اتو میکنه کروات اتو کردن شغله باشه بابا چیکار است؟ چی میکنه باباش پول در میاره به همه پول میده تو بانک کار میکنه بانک داره برو بعدی بریم بعدی سریال ایرانی مورد علاقه آه. دراکولا دراکولا ای بابا ضرب المثل ایرانی مورد علاقتون. اینو خوب نشون بده متوجه بشم 生意是生意，兄弟是兄弟。 سنگی سینگی تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها چی میگه پول چقدر میخواد 它是两个不同的东 معنی خوبی 西 نداره ，就是他们两个不在一起，他们是分开 میزان 的。 ترازو. 我把钱给你，你把这个东西اینو 给 می‌گیری. 我。 این شینینگو نابرده رنج نتونستید بگید متاسفانه حساب کاکا برادر 兄弟是兄弟，比如说我， منو تو بازی نیا شونده تو شونده قلبه حساب کاکا برادر کجا با خانمتون آشنا شده همونجوری ادا بازی پانتومیم اینو یه جوری بگو ما عالی بشه لااقل یکی جواب بدید 我们是在中国的长城 تو چانگچون رو 公园就这么小。 درزیده بابا میگم کجا با میگه خب اینجوری تو توضیح این با هم میده آشنا شدن نه داره میگه که تو بازی با هم آشنا شد 北京 بلژیک 长城 چانگ 伊朗 ایلام تو کوها دیوار چین بخ بخ گفت واقعا دیوار چین آشنا شده 你还能在上面走。 تو هوا دیدیش
تو هواپیما. همه رو جواب دادی. تموم شد. خیلی ممنون. نیها. تموم شدش. نیها نیها نیها. نیها. تو چینی بلدی. کسی چینی مگه بلده؟ ولی تو چینی بلدی. نه بابا. یه دونه رو نگفتی رضا. میگی ایلام، تو ایلام با هم آشنا شدن. خب امتیازها در نزد نیماش یا خدا. خب به تعداد بگم؟ جوابایی که دادیم. بله الیکا عبدالرزاقی 7 پاسخ صحیح. نوبت نیکاهه. آره. نگو، میخوای نگو. یه دونه کی جواب دادی؟ یه دونه پاسخ- چی بود؟ بود نمیدونم. چی ایلام، جواب همون دادی؟ ایلام اشتباه بوده. نکردی؟ نه اصلا یه دونه هم آخه جواب نه، همون. نداد. نه یکیش راست پاندای میگه. کنگفوکا رو گفتی. آره آره. آره آه پاندای دراکولا رو دراکولا بازیه رو شد. گفتم. نه پانده کنگفوکا رو گفت. پانتای گفت. خدا نمیتونه اون موقع هم شانسی گفته. کوفتکار. الانم نمیتونه بگه. چیه؟ پاندای کارتونه کوفتکار. کارتونه چیه؟ پاندای پوفتکار. کاندولای پختکار. نه نه اون رو درست گفتم. یه بار میتونه درست یه بگه بار. هر چیزی. سهر ولد لگاریتم بیگی. گفت. سهر ولد بیگی. بله. شما این دیگه. بله. خیلی خوشحالم. 2 پاسخ صحیح. دو پاس. باشه مرسی. دستم درد. راضیه. خب نصرالله رادش. به به. رادش هم زیاد جواب داد. نه چرا؟ 5 پاسخ صحیح. بله. ببین. من اگه جالب شد. گفته نمیرفتم برای خوردن یارو. خب آقا چند تا امتیاز دادی که 0 بود مال آقا ما؟ به تعدادی که جواب دادی یکی. شما یه یکی. دونه. شما شدید 4 الان. 5 تا رادش، 2 تا سحر، 7 تا الیکا. عالی هستی رضا. اینو بچهای صحنه ساختن. ما نفری یه اسکار میدیم. نه نه نمیدونم. اگه نمیدونم. برندشن. اگه برندشن از این اسکار خیلی هم سنگینه و توپره. جان گفتی نفر یه دونه میدی. آخه دیگه چه مسابقه ایه چه خب. حسابی؟ نفری 3 تا میدیم مثلا تو کیسه آقا ببر. یعنی یه نفر یکی یه دونه بدین به برنده یه دونه اضافه بدین. چرا میخوای چیکار؟ چون از همه جلوتره اینو میگه. اصلا همینی که به همه میدیم هم نباید به تو بریم. چه وضع امتیازه. این یکی چیزیه که در استودیو برگزار میشه. اینا رو اصلا نمیدونید راجبش. این جالبه. هیچی نمیدونین. خیلی بده. خیلی سخته. باید و جواب امتیاز بالا داره. یا خدا. جلوی الیکا رو بگیری. از الیکا سوال میکنم. نمیشه پاشد گفتیم ما بشینیم. به جاش نیکخواه جواب میده. بله. چی؟ یعنی چی؟ جواب سوال که ایشونو از من الیکا باید میپرسم بدم؟ و شما بگو جواب همین سوالو. همینه که هست. سوال الیکاس. بله ولی شما باید جواب بدین، لطفاً جواب بدید. مربوط به من میشه، به امتیاز آقا من امتیازش مربوط به کی میدین؟ به من. امتیازش اون دیگه. اگه بخوام به امتیاز خودت به بدی، الیکا خواهد میدی خودت من جواب می‌کنی. ندم. نه ببین چون شما جواب میدی الان امتیاز مال شماست. زمانی آها، که خیلی. الیکا جای فلان کس جواب میده امتیاز پس هر جور الیکاست. راحتید آقا این. درست شد؟ پس هر چی درست جواب درست بدین جواب میدم. امتیاز خودت. میگیرین. امتیاز بالا میگیرین. سوال خانم عبدالرزاقی با چقدر پول حاضری توی فیلم خیلی بد بازی کنی؟ هیچ کردن با 1 میلیارد. بازی می‌کنی؟ گردن عالیه. این چشمان پر اشک من. ببین روحیاتتو دادیم دست کی؟ با 2 میلیارد. عوض کرد. ببرش بیشتر نه ولی ها. نه بیشتر 2 میلیون. بازی حاضره؟ نه بازی نمیکنه. با چقدر؟ فیلم بعد بازی نمیکنه. با چقدر؟ شما الان بازی میکنه. شما الان 50 میلیارد بدن خودت بگو بازی نمی‌کنی یه فیلم بعد؟ خیلی با استقبال میکنم.
چی میگی؟ ما رو به او داری به 50 نفع کی میلیارد صحبت بله. کنی؟ خب 2 ولی بازی نمی کنی. نه واسه 2 میلیارد نه. خب نه دیگه. آقا با همون 1 میلیاردی بازی میکنه. خدا بازی میکنه. چه دیدی؟ شاید بازی. خب خانم عبدالرزاقی دوست داری امین با کدام یک از بازیگران زن خارجی هم بازی بشه؟ نیکول کیدمن. آره؟ مگه داری؟ خوش دادی؟ عاشق نیکول کیدمنه. نه البته ایشون خب باشه. باید درستش کنه. اونم نفر دومه. مهم نیست آقای خانم زنده. عبدالرزاقی از کدام یکی از افراد این جمع خوشت نمیاد؟ خودتو نمیتونی بگی. این جمع اینجا بله. رضا نیکخو. نه خودتو دوستت نمیتونی داره. بگی. من خودم نمیتونم بگم. من یا رادشو فدا کن. ما 2 تاییم. رادشو فدا کن. از برای من عروسک آورد. منم رادشو هستم ببر. نیما هم هست. منو بگیم دیگه. بگو. از آقای مدیری. آوجو که جدید. اینم از این. اصلا با بالا رفتن سن هم تغییر نمیکنه. این اصلا فرق. خب سوالات از سحر ولد بیگی رادش پاسخ میدهد. 1 چطور بود شد؟ سحر اگر آها، چی شد؟ بازیگر نمیشدی چه کاره میشدی؟ عروسک ساز. عروسک ساز. تایید یا نه؟ نمیدونم. کارهای دیگه بود چه من میشم. اگه بگیم میشم. قبل از نیما چند تا خواستگار داشتی و چه کاره بودن؟ 13 تا 13 تاشون بیکار. یه جوری درجا جواب میده انگار میدونه. خود نیما هم بیکار بود آخه. خواستگار یه دونه تعریف کنم داستانش رو. یه دونه تو خیابون با مامانم داشتیم می اومدیم، خانومه دید گفت پسرم از خارج قراره بیاد بیایم خواستگاری دخترتون. فک و فامیل جمع شدن خواستگاری را انداختن. مامانه با پسره اومد، پسر خواهرم رو دید، از خواهر من خوشش اومد. برای همین خواستگاری کلاً به هم خورد و در نهایت من و نیما با هم ازدواج کردیم. نه و تو رو خوشبخت گرفت شدیم. نه خواهرت. آره فقط اومدن خونم و سر چیزا عجب خوردن. نامردی بودی یارو. فکر کنم یه خواهرتو مهمونی میگرفت. نگرفت. چند ساله بودی؟ 18. 18. آره خواستگار دلم میخواست ولی اصلا از نیما بهتر مگه داریم؟ خب نبود دیگه اون موقع. نه اون موقع نبود الان هم. آره نه نیما که من و نیما از بچگی اسممون رو سنگ برای هم نوشتن. میگم اصلا نیما بهتر مگه داریم در نه. جهان؟ خدای نیما نه. جان سلام به افتخار نیما. 3 از کدوم کاری که توش بازی کردی راضی نیستی سحر؟ آها کارات یادم نیست. اون مسابقه که با نیما اجرا کردم راضی نیستم. چه؟ مسابقه بود 2 تایی. اونو؟ حال نمیداد. بله؟ چرا نه؟ نه اصلا. پولامون رو به موقع ندادن. جای تو داره میگه. اذیت میکنن آقای مدیر. 4 بدترین تصمیم زندگی چی بوده؟ ازدواج با نیما. این تصمیم زندگیم این بوده که گاهی موقع تصمیم گرفتم از نیما جدا شم. بعد دیدم وای چه خریتی نه گذاشته در قالب نقش. آفرین. باریکلا. آره یعنی میخوام الان از داره سحر رو بازی سهر میکنه. بازی داره میکنه. اینجوری آخرین سوال. اینجوری میشه. آره هیچی و آخرین سال بدترین ویژگی که داری چیه؟ چی؟ بدترین ویژگی که داری؟ خیلی جیغ میزنم. واقعا جیغ میزنی؟ میگن چرا من تا حالا جیغ تو نشنیدم؟ نه میدونم خودم میدونم. نه حساسم اونه ولی دیگه. ها. سحر ولد بیگی میری بیرون. بعد برنامه نیما میاد رادشو میبره. آره. خیلی خوب بود. خب آی مدیری رضا بیا بیرون تموم شد سوالامون. سوالات از رضا نیکخواه.
خانم عبدالرزاقی پاسخ میدهد. بدترین عادتت چیه رضا؟ ای وای چه کار سختی دادید به من. بدترین عادت خودت چرا فکر میکنی رضا؟ عادت بد نمیدونی زیاد داشت چجوری ندارم. فکر میکرد. نه آخه دارم میگردم میبینم عادت بد اصلا- ندارم اصلا. اصلا فشار نده عادت خودتو. بد بذار ندارم ایشون جواب ولی میده. ولی خیلی حسابگرم مثلا نگو نیستم. دست و دل بازتر از این دیدی؟ نه ندیدم. تو عمرش یه هزاری به کسی نداده. نه دیگه. بله مثلا آره مثلا خودم تعریف میکنم، یعنی من دارم آقای نیکا میگم خودم تعریف میکنم که مثلا میخوان حساب کنن، امکان داره مثلا برم مثلا تو تراس یه هوایی بخورم یا برم مثلا دستشویی. این اتفاق امروز افتاده. به دیگه باید بگم با هم اون پشت پیتزا سفارش دادن، تا گفتن پیک موتوری اومد پیتزا ملکیه، رضا رفت دستشویی. ادیکا رفت دسته پول در آورد، توف زد، حساب کرد. ولی مدل آقای نیکخا توف زد. رضا اومد بیرون، اومد اینجوری و گفت این پیتزا نیومد. یعنی فکر کرد همه ما خریم. گفتن چرا اینها بفهم؟ گفت الیکا تو حساب کردی؟ گفت آخ چرا؟ به خدا بعد بچهای گریم شاهدن. گفت آخ چرا؟ خیلی متاثر شد. سوال بعد، از کدوم فیلم ایرانی خیلی بدت میاد؟ فیلم ایرانی؟ رفت تو فکر. الان میگم از فیلم سینمایی فیلم سینمایی از کدوم؟ یا چرا با هم شدی؟ یه فیلم سینمایی که خیلی بدشون بیاد. فیلم سینمایی که خیلی بدشون بیاد مثلا هکی بگیم ناراحت. زمان. ای وای ای وای ای وای ای وای ای فیلم وای بدی بود. ای وای خیلی فیلم بدی خیلی بود. خیلی از هیچ فیلم، از همه فیلم های ایرانی خوشش میاد. چه نقش معروفی رو فکر میکنی تو بهتر بازی میکردی؟ آژانس شیشه‌ای. لاپاتا. بگو. یه فیلمی که فکر میکنم بهتر میتونستم بازی بکنم، نقش من در واقع متر 6.5 جای نوید محمدزاده. رضا. چرا که نه؟ بد گفتم؟ نه. گفتم دیگه. و آخرین سوال، بدترین ویژگی که داری چیه؟ نداره که. خستتو گفتم دیگه. چی بگم؟ آها مثلا خب برای برداشتن هر چیزی که مثلا اگه کاغذ نباشه یا هر چیز دیگری، مثلا اگه یه جعبه هم باشه قبلش اینطوری میکنم بعد برمیدارم. فکر کنم خصلته. راست میگی، راست. هر چیزی از مثلا وقتی- اسکار رو بهم بدین قبل از وقتی برای اینکه عاشق اسکناسه، عاشق دلاره. من توف میزنم؟ نه الان شوخیشو یادتون به نیست نظر من مگه؟ همین قدر توپشو الان نمی‌فهمی. الان در قابلمه. در در قابلمه قدر توپش رو نمیدونه. قدر توپ در تو قابلمه نمیفهمی. که این کارو فقط کرده. برای در الکی خرجش قابلمه می‌کنی. توف میزنم. من از وقتی یادمه هر کاری خواسته بکنه راست میگه، اینجوری میکنه از بس عاشق اسکناسه. سوالات از نصرالله رادش خانم ولدبگی پاسخ میدهد. 1. زمان نداریم. به نظرت شبیه کدوم یکی از بازیگرای خارجی هستی؟ رابرت دنیرو. رابرت دنیرو. اونا بابا بودی آلن اونجاست. وودی آلن. هیچ رفت ببین، به خوب دیالن گفتم. نداره. رادش نظر جنس مخالف در مورد چیه؟ چک پرمن. جان؟ چک پرمن. میمیرن یعنی براش. میمیرن مثلا. به گیلکی ولیه چک چکپر پر من. میزنن. یعنی که میمیرم یعنی برام. میمیرن واسن. ما هم چک پرتیم. آقا یه پرش هم دست و پا برای ما. میزنن. بابا کو دست و خاطر پا من. میزنن خواهش براش. چه اتفاقی میافته که نقاشیات این شکلی میشن؟ اوه چه سوال خوبی. چی؟ گفتم همشون یه شبه چه اتفاقی میفته دیدی نقاشیمو؟ خودمو میکشم. و بدترین ویژگی که داری چیه؟ آخریش.
زود عصبی میشم. زود عصبی میشه. عالی جواب داد. خیلی هم عالی. میدونید که نه رادش یه نقاش درجه 1 و یک مجسمه ساز درجه 1. مرسی بابا. یه بازیگر آره و کاراش خیلی عالی. جذاب و عجیب و ایناست. اینجا نوشته تلویزیون می آید. دوباره خودتو میکشی دیگه. والا اون که درونیاتت دیگه. خب دیگه خیلی هم میگن خودتی، ولی خب من که اون نمیفهمم. چون نقاش و مجسمه ساز آقا. جذاب و ولی من- عجیبه کاراش، خیلی عجیبه. بله. هر کسی نمیپسنده، به خدا این تملق، خب به نداره. قرآن این تملق نیست، از ته دل میگم. خیلی هم مسخره میکنن ولی باعث افتخارم اینه که تو میپسندی. قربونت برم. قربونت خیلی برم. کارهای خوبی هن. واقعا گفتم. قربونت برم. خب میریم خیلی خیلی عقبیم و خیلی تایم طول کشیده. خب من تونتون گفتم دیگه نه همه عالی رو. بودید. امتیاز ندادم هنوز. ندادم. شما اینا هم بچه هم باید امتیاز بدن یا همه رو شما بازم امتیاز میدین؟ اینم باز شما امتیاز میدین؟ من آدم زورگوییم. ولی برای اینکه ثابت کنم زورگو نیستم و منصفم، چون امتیاز دادن و تفکیک تو این یکی خیلی سخته دیگه. بله. آره سخت. همه نفری 5. خوبه؟ همه نفری 5. خب میریم تو کدوم مرحله 5؟ همین همین که که الان اینی که جواب گرفتیم. از آره، اول شهلا میخوای جون. سلام علیک کنم و برنامه رو توضیح بدم دوباره. میریم در ویلا. یک چالشی انجام شده که خیلی جذابه، نیما برگزار کرده. هیچی نمیخوای بگی؟ چی؟ الان نه، بعدش بیایم میگم. بعد میگی. بریم ببینیم، خیلی جذابه. خب همینطور که گفتم تلویزیون سوپر کیو LED 65 اینچ اسنوا یک ویژگی دیگه هم داره، اسمش لوکال دایمینگه. اون کیفیت تصویر و اینا که هیچی، تو قبلی گفتم این یه ویژگی دیگه است. حالا کارکرد این لوکال دایمینگ چیه؟ اینه که کنتراست بالایی داره. یعنی چی؟ یعنی شما میتونین تاریک ترین صحنه های یک فیلم رو به وضوح ترین شکل ممکن ببینید. به نظر من این قابلیت جون میده واسه فیلم ترسناک دیدن، چه اصلا ترسناک هم نبود. مرسی اسلام. مأموریت ویژه. چرا اینجوری به شما نباید بدن؟ نام مأموریت چیه؟ اگه میتونی منو بگی. با کمترین تعداد تماس به دورترین فامیلی که میتوانید آن را پشت خط بیاورید زنگ بزنید و خود را با نسبت فامیلی معرفی کنید. 1. شما را که از دست طلبکارهایتان متواری هستید در خانه خودش مخفی کند. اون شخص برای آزاد شدنتان از بازداشت سند بیاورد. 3. به شما 50 میلیون تومان قرض بدهد. 4. ضامن شما برای گرفتن 500 میلیون تومان وام شود. حالا به کی باید زنگ بزنید؟ این مهمه. به برادر خانوم پسر برادر زندایی. به کی؟ به کی زنگ بزنم؟ به برادر خانوم پسر برادر زنداییتون. برادر خانوم پسر کی؟ برادر خانوم پسر برادر زندایی. زنه. گرفتیم ما رو. کی؟ برادر خانومه. پسر برادر زنداییتون. الان میتونین به داییتون زنگ چیو بزنید برمی‌داری؟ بگین که با زنداییتون کار دارین. برادر زندگیمو میشناسم. به خب برادر خانومش زنگ بزنم. شما الان باید به زن داییتون زنگ بزنید. خب به زنداییم زنگ میزنم. به زندایی دایی زنگ میزنید میگی میخوام با برادر زنتون صحبت کنم. دایم که فوت کرد. به زن داییتون که اونم فوت کرد. اونم فوت کرد. میخوایم به امیر زنگ بزنم. کار نمیاد. به پسر برادر زنداییتون نمیتونین زنگ بزنین؟ پسر برادر زندایی اصلا نمیدونم کی میشه اون. من میدونی که نمیتونم این نسبت فامیلی ها رو بعد دارم دونه دونه کمکتون بهم میکنم. بگی. میگم. اصلا نمیتونم. به داییتون زنگ بزنید. دایم نیست. کجاست؟ آلمان. بی خود باید باشه. خب به عموتون زنگ بزنین اگر در قید حیات هستن. بله عموم در قید حیات هستن. به عموم زنگ بزنم. همون مسیر رو بریم. ای بابا ولی شاید حال صبر کن. شاید زنده بود. چجوری شد؟ خب الان توضیح این مرحله بود دیگه. توضیح این مرحله. توضیح هم تیک میزنم. نوشته توضیح بود جان. هیچی. توضیح دادن. باید این که گفتن پیدا میکردین
برای شما که میدونین. نه میگم این چرا تو کنداکتور بود یهو؟ چی؟ توضیح رو نمیدادیم تو قبل. نه 3 تیکه از توضیح، خود نمایش، امتیاز دادنه بهش. خدایا بخیر بگذرون. وای من از خانواده یه دونه عمو برام مونده. الو سلام دایی. چطوری که عجب؟ نوکرتم عزیزم، دلم یهو هوا تو کرد. نه با هوا کردی یهو. یهو دایی. 2 بار زنگ زدم مشغول بودی. دایی بهنام چطور، خوبه؟ خدا رو شکر. والا بگم خوبه، دروغ گفتم. چرا؟ مشکل داره. عمو جانم همیشه من دردسرم براتون گیر کردم. چی شده؟ من الان یه جایی گیر کردم عمو جان. احتیاج به سند دارم. عزیزم من سند ندارم. خدایی شماره‌شو بگو پسرش زن داره. میدم به. دایی پسر بهنام پسر داره؟ آره. کوچولوه نه؟ زن آره. چند سالشه برای پسرش؟ خودم نمیخوام که. زن تو زن نداره، بعد برادر زن میگی. شماره برادر مریم جون رو میشه برای من من چرا بفرستین؟ میگم مریم؟ شماره برادر مریم جون رو میشه برای من بفرستین؟ برادر مریم ها؟ بله کدوم برادرش؟ برادر دومی. برادر بزرگ دوم، اونی که در قید حیات عمو جان. با اون چه کار دارید؟ وای. بابا دایی جانم. با تلفن بهنامو میتونید برام الان یک توی وضعیت داغونیم. باشه. ببخشید بهت زنگ میزنم. تصادف کردم با یکی الان. چی شده؟ خیره عمو جونم بهتون خبر میدم، زنگ میزنم تا 5 دقیقه دیگه. خدا نگهدار. خدا چطور اونقدر الهی خدا ببخشتتون، الهی خدا چرا؟ من زنگ بزنم به زنمون. به زنمود که بس چی به. وای تازه اونا مونده. آره دیگه من نمیتونم استاد بخونم. دادش عزیز. امتیاز. بهنام سلام. خوبی؟ خیلی مخلصم. بهنام تو پسرت چند سالشه؟ مدرسه میره تازه. تازه دبستان. چطوری زنش؟ ولش کن این 4 تا رو هر کدوم میخواد ازش. از خودش؟ آره دیگه. جونم؟ بهنام جونم؟ حالت خوبه؟ نه حالم به خدا خوب نیست. گوشم زنگ زدم باهات صحبت کنم دیدم نشناخت. نه شمارت سیوه، چی نشناختی؟ گفتم به زنگ میزنم. گفتی من اجازه بدی خودم بهتون دارم از اومدی برمیگردم سمت دیوان. چی شده حالت بده؟ آره من توضیح میدم برات کامل. چطوری به این بگه بیا سند بذاری 8 سند خودش. خب بر نمیداره. بر ندار. سلام علیکم. سلام مریم جونم. سلام. خوبی قربونت برم. آره فدات شم، شما خوبی؟ قربونت برم. مریم جونم شماره برادرتون رو به من میدی؟ برادرم؟ آره قربونت برم. برادرم تهرانی. خب شماره موبایلش رو میتونی بهم بدی؟ تلفن برای همون. چیزی بدم؟ سمیه رو بدم؟ آره سمیه رو بده. تغییر. بهنام پول لازمی یعنی خدای نکرده؟ نه سند لازم نیستی؟ مثلا گرفتار برگرد چرا قشنگ. چجوری بخوام؟ نمیدونم یه کدوم بخوام. میتونی نه بهنام 1 دقیقه وقت. بهنام یه ضمانتی اگه بخوام برای یه چیزی برای یه کاری اعتماد داری بهم؟ برای چه موضوعی؟ الان قرار شد سمیه به من زنگ بزنه یا من به سمیه؟ شما به سمیه. صداش داره میلرزه. نداره حالا بعدش میگین که تو یک برنامه دیگه الان که دیگه الان چی شد؟ بشینیم تا بفرستن مریم جون بودن؟ آره موضوع وامه. موضوع چیه؟ بامو بگم. الان من بازداشتم کردن بازداشت برای آزاد شدنم. آزادت میکنیم عزیز من. داغونم. شوخی میکنی. اینا جان نسوده. به جان خودم یه دونه فقط چایی بمون میدن اینجا. چایی خب منم اینجا چایی فقط میخورم. و بگو منم زندانم. چه پیچی؟ خب الان شما رو برای من در این حدم برای من شما رو نفرستادن، چه کار کنم؟ الان بگم واقعا کجا؟ نه دیگه تشکر کنین. آقا ممنون، من بهت زنگ میزنم ولی نگران نباش. باشه
پس دیگه من نمیدونم دیگه، بریم ببینیم چه تصمیمی میگیرم. دورت بگردم، خداحافظ. بریم ببینیم چه ببخشید. امتیازی اوکی با شدم. آقای من آقا این دادش اصلا تعلق میگیره. من دارم میگم زندانم میخنده، بعد چطوری پول بده زامنش؟ تموم شد. بلا فاصله میریم سراغ نیکخواه و الیکا. گرفتیم. کی هست اصلا؟ این پسر داییمه. البته دختر خالم زنگ بزنم چی بگم؟ خب بگم سلام. شما زنگ بزن. الو. سلام علیکم. سلام علیکم. احوال شما چطوره؟ آقای نیکخواه. همسر دارم. بگین گوشو بدم به همسر. شما چطوری؟ ازتون چه خبر؟ سلامتی. محمود جان خانمت هستش؟ نه نیستن خونه؟ خونه نیستن. نه خونه شماره برادر خانمت داری تو؟ چی کار نبودم ازتون؟ کار خاصی باش ندارم، میخواستم یه حالی ازش بپرسم. آره. خب موبایل خودش زنگ بزن. اسم همسرشون چیه؟ سهیل. به سهیل زنگ بزن. الو. سلام علیکم. سلام دیدی چطوری؟ قربونه. خوبه چه خبر؟ خبر خیلی سلامتی. شما چه خبر؟ ما هیچی نماز. چی کار میکنی؟ سهیل چطوره؟ تئاترتون رو گذاشته بودی. تئاتر بود چی بود؟ آره تئاتر داریم. آره این ماجراها و اینایی. الو. الو بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. حال شما چطوره؟ شناختی؟ خوبه؟ آرزو هستی؟ بله شما چطوری؟ حالتون خوبه؟ خیلی ممنون. شما خوبی؟ تلفن برادرتون میشه محبت کنی؟ من میخواستم زنگ بزنم راجع به یه موضوعی باش صحبت کنم. کدوم برادرم؟ دومی. من 3 تا دارم. من میگم 3 تا؟ سومی. سلام عمو سهیل. سلام علیکم. چطوری؟ خوبی قربونت برم. مرسی. تو خوبی؟ وسط کاری شلوغی؟ سهیل جان من زیاد مزاحمت نمیشم. شماره سینا رو داری؟ یعنی داری که داری بهم میدی لطفا. نذاشتی حرف آره شماره‌اش رو لازم داشتم. الو سلام علیکم. حالتون خوبه؟ علی آقا جنابالی. من نیکخواه هستم، میشناسی؟ آقای نیکخواه. بله بفرمایید. بله. سلام سینا جان. سلام علیکم. الیکا هستم. چطوری الیکا جان؟ خوبی؟ قربونت مرسی ممنونم. تو خوبی؟ مرسی. خانومت خوبه؟ علی آقا یه مشکلی برای ما پیش اومده، میتونی حلش کنی؟ بفرمایید خواهش یه میکنم. گرفتاری اومده، یه ضامنی میخواستم برای خودم، یه مشکلی پیش اومده، یه ضمانت 500 میلیونی میخواستم. امکانش هست انجام بدی؟ سینا ببین من یه چیزی در واقع شده، یه ماجرایی پیش اومده برام، در حال حاضر متواریم. برای بانک؟ برای بانک. آره چه بانکی؟ بانک هرچی کردش نه یه چیز بود، بانک پاسارگاد. میخواد تو حساب خودت هم بره، هر جوری شده همینجوری نمیگی. جانم. بله. الو. آقای نیکخواه صداتون قطع شد. چرا گریه میکنی؟ بگو دیگه. علی آقا جانم. بله. بعد اینه که به مامانم اینم نگفتم هیچی، واسه همین یه هفته ای دنبال یک فضایی میگردم که هتل نباشه، یه جایی نباشه بتونم برم بمونم. میتونم بیام پیش شما؟ اینجوری خوره کاز بده قطع و بس بود. صدای شما رو دارم من. داری صدا رو؟ 500 بده دیگه. چه اشکال داره؟ قربونت برم مرسی. پس چه اشکال داره دختر؟ من خودم نیستم، من مسافرتم، ولی ترانه اینا هستن. ترانه اینا لوکیشن هستن. برات میفرستم برو اونجا. آره لوکیشن میفرستم برات برو دختر. این حرف چیه؟ حالا چی کار میکنی؟ بانک پاسارگاد. کجا هستن؟ الان من تهران. خب بفرستید مدارکتون تا من اینجا. میفرستم. مدارکو چشم میفرستم فردا برات. باشه. خیلی ممنونم ازت.
خیلی خیلی ممنونم ازت. قربونت برم، فدات شم. مرسی. الان لوکیشن دمت گرم. قربونت. دوباره صحبت میکنیم. خداحافظ. خداحافظ. خدا. بیا دیدی خوبم شد، میری کرج دیگه راحت. خوب شد که یه جایی هم هست میزن زیر گریه. خب این الان میری پیش ترانه اینا دیگه. امتیازی که من خیلی بهتر میشد رفت. گریه واقعا بریم تا زنگ میزنی. علی آقا با تماس میگیرم از من نمیتونستم واقعا. من بلند شدم رفتم آخره. سنگ آب میشه جلو. واقعا عجیب. الیکا چرا گریت گرفت؟ برای اینکه من دختر خالم و شوهر دختر خالم با هم خب روابط خیلی صمیمانه بسیار نزدیکی داریم، ولی برادر در واقع ایشون که در واقع ما هم همشهری هستیم، هم از دوستان قدیمی هستیم، چندین سال من اصلا از اینا خبر ندارم. یعنی گهگداری تلفنی از طریق پدر مادرشون من خبرشون رو دارم. یهو وقتی که پای تلفن من یک درخواستی کردم، گفتم من متواریم و اصلا معلوم نیست، یه دنبال جا میگردم. گفت لوکیشن میفرستم بیا. گفت لوکیشن میفرستم، پاش بیا خونه ما. اصلا نپرسید تو چی کار کردی، چه اتفاقی افتاده. اصلا یه لحظه این حجم از محبت، معرفت و آره، انسانیت اصلا واقعا نمیتونستم. یعنی شما مرسی که نصف گریه هامو نذاشتید اینجا. آره شما واقعا حق خیلی گریه کرد بعدش. گریه میکردم بعدش. آره واقعا. خب چیز دیگه تو این روزگار یه ذره این چیزا کمه. زنگ بزن حداقل. اینجور چیزا کمه و درست میگی. خب آقای نیکخواه آقای نیکخواه توضیح بدید. 500 میلیون رو چیکار آقا من کردی؟ طرف میخواست واقعا براش بریزه. آره واقعا نه گفت مدارکاتو بفرست ببینم بخونم مطالعه کنم خبر میدم. یعنی نه میخواست ببینه اگه واقعی پرداخت کنه صحیح. سحر بگو چیزی داری بگی؟ نه دیگه یه آبرو حیثیتی بود و نه دیگه همه رادش برباد بگو فنا چیزی رفت داری؟ دیگه. نه من به آقا بینام خب واقعا ناراحت شدم. شما درست برادر زن داریم ولی بچگی با هم بازی بودیم و بزرگ شدیم و اینا. خب و میدونم یه آدم خیلی قویه، خیلی آدم قدرتمندیه و اون که بگه اصلا نمیگه آدم بده و ای کاش این شعور رو داشتم که بهش زنگ میزنم ولی یادم رفته. باید زنگ میزنم واقعا چی شده. هنوز زنگ نزدی؟ از اون موقع آها زنگ نزدی که بپرسی چته چرا نه حالت یادم بد رفت. بود؟ اما برای خودم دعا فقط میتونم بکنم شعورم بیاد بالا. میگی یادم رفت زنگ بزن. گلابیه بی خود نبود ما بهش میگه گلابیه بی خود نبود. خب از اینجا میخوای باشون حرف بزنی به یادشون باشی؟ بینام جان الان یه چیز سحر پیشنهاد خوبی دارم. میگه از اینجا براش پیغام بزن. بینام جان یه زنگ بزن ببینم چته. خسته نباشید. خب اینجا نوشته شده که سحر ولد بگی موفق نشد. بله اینجا هست. اینجا هست بخون. بله سحر ولد بگی موفق نشد. نصرالله رادش موفق نشد. غلامرضا نیکخواه موفق شد. مطمئنم بعدش هم دست بزنید. الیکا عبدالرزاقیان موفق شد. جفتشون موفق. خیلی هم عالی. خیلی اینم امتیاز دادن. نمایش مجموع امتیازهای قسمت و نمایش کسی که در این قسمت بازنده شده. خب 2 نفر موفق شدن. بله فکر میکنم به الیکا باید 9 داد. آها 9 از 10 9 گرفت. به نیکخواه باید 7 داد. چرا؟ نه هرچی شما بگید. خیلی به سختی موفق شد. تازه محل تردیده. گفت مدارکو بفرستید ببینم بخونم به شما خبر میدم. بله. ولی ایشونو تو همین الان لوکیشن میفرستم بیا. تموم.
تر و تمیز، درسته؟ گفت مدارک بفرست تا الان بفرستم برات. هنوزم نه زنگ زده نه خب سحر ولد بگی خیلی تلاش کرد ولی موفق نشد. تا 3 روز به خانواده‌اش زنگ میزد. فکر میکنم مثلا چون موفق نشد باید 4 امتیاز بدیم و 5 تا. رادش هم تلاش کرد موفق نشد و گفت من گرفتارم زندانم. اون آقا بهش خندید. نه فهمید دارم دروغ. آره حالا من چون بچه باهوشیه. حالا من مسئله ایشونو به پای شما نمیذارم. حالا به شما من هم چون امتیاز موفق نمیدی، شدید به هوش اون امتیاز بده. 4 امتیاز. امتیاز نگاه کل کن. الیکا 28، سحر 18، امتیاز کل رضا نیکا 16، رادش 16. 3 قسمت دیگه مانده با من دیگه میرم همین واسه مهمانان و هنوز هیچی معلوم نیست. کمترین امتیاز در این مرحله متعلق به نداریم. برابر شدن. من و آقای نیکا 16. 2 نفر بازنده داشتیم این قسمت. بازنده که نه، آره. امتیاز کمتر، ولی چون معادل بود هر دوتون باید یک کاری بکنید. یه کاری بکنیم. بله. ما خونسرد بشینیم. آره چیکار؟ فضای مجازی داری؟ بله. اینستاگرام داری؟ یا اینستاگرام داری. خدا. بله. بله. و فعاله. تقریبا. خوبه. به خدا بده برکت. مدت 3 ماه هفته یک کتاب خوب به مخاطب‌های صفحه مجازیتون باید معرفی کنید. چه خب عالیه. اوکی. هفته یه دونه. 3 ماه هفته یک کتاب خوب به یعنی حداقل مخاطبان 12 تا کتاب. معرفی کنید. تو که این چیزی که می‌خوای گفتیم کتاب پخش میشه، مردم صفحه مجازیتون رو دنبال میکنن. عالیه. اگه این کارو نکنید دیگه خود دانید. تمام شد. قسمت اول بود پر از نقص بود، نه خیلی هم یه بخشای خیلی جذابی هم داشت. حالا این درست میشه و خیلی غیر فعال بود نیما در این نه. قسمت. درست مشکوکه. میشه. آره یه ذره مشکوکه. مشکوکه. نه جای ورود نداشتم. اوکی. مشکوکه. من یعنی جای ورود نذاشتم برات. نه باید اینجوری می بود آخه. اوکی. تا خب دو معلوم. امیدوارم که دوست داشته بودید برنامه رو. از قسمت‌های بعد بهتر میشه، به نظرم جذاب‌تر میشه. آیتم‌های بسیار جذاب‌تری داریم و آرزوی بهترین ها رو برای همتون دارم. هفته دیگه دوباره ما رو ببینید و نمیدونم هفته دیگه مثلا چند روز دیگه نمیدونم چه جوری پخش میشه هنوز، ولی قسمت‌های بعدی امیدواریم گرم‌تر، جذاب‌تر و بهتر بشه با همین 4 نفر و ببینیم که این رقابت چطور پیش میره. متشکرم. شب بخیر. خداحافظ.